بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز میخوام آموزش اینو بدم که چطور یک متن مذهبی مثل این متنی که من الان دانلود کردم از اینترنت رو بتونیم روی چوب حکاکی کنیم. خب هر متن مذهبی که دوست دارید از گوگل دانلود کنید و وارد نرم افزار آتکم بشید. از قسمت اوپن تصویر رو اوپن کنید. یه مقدار صورت پایین اومده. البته این تصویری که من انتخاب کردم هم یه مقدار از لحاظ حجم بالاه، به خاطر همون یه ذره مشکل خورد برای بالا آوردنش. خب از اینجا ابعاد تصویر رو انتخاب میکنیم. این ابعاد همون ابعادی که قرار ما روی چوبمون قطعه خام چوبمون حکاکی کنیم. این ابعاد دلخواه، حالا هر کی میتونه هر ابعادی که دلش میخواد رو در نظر بگیره. ابعادی که من در نظر گرفتم، میخوام یک قطعه خام چوب به ارتفاع تقریبا 160 میلیمتر یا 16 سانت و ارتفاع تقریبا و عرض 40 سانت باشه. فقط در نظر بگیرید که این دو ابعاد با هم دیگه لینکن. این دوتا رو تغییر ندید، از لینک خارجش نکنید که تصویر رو به هم میریزه. خب نقطه صفر کارم هم وسط در نظر میگیرم و اوکی میزنم. چون این حجم عکس من یه مقدار بالا بود، عکس با کیفیتی بود، دانلود کردم، یه مقدار اذیت میکنه برای بالا آوردنش، ولی زیادم طول نمیکشه. خب کاری که لازم بکنیم، این کاری که الان میخوام انجام بدم معمولا تو اکثر کارهای حکاکی یکسانه، یعنی اونایی که عکس ما وارد میکنیم و حکاکی میکنیم یکسانه و به این صورت انجام میشه. یعنی شما حالا تصویر خواستید حکاکی کنید یا نوشته دیگه خواستید حکاکی کنید، به همین روالی که دارم میگم ابتدا عکس رو وارد میکنیم، بعد میایم از این قسمت ردیوس کالر عکس رنگ های تصویرمون رو کم میکنیم، روی دو رنگ قرار میدیم. خب اینو روی دو رنگ سعی میکنیم بیاریم. مقدار سرعت منم اومده پایین. خب اپلای که بزنیم، خب فکر کنم دو رنگ نشد. لحظه، نه درسته دو رنگ. خب کریت وکتور رو میزنیم. همین مشاهده میکنید که دور تا دور این نوشته ها رو یه وکتوری گرفت، همینطور دور کارمون هم یه وکتور افتاد. خب این وکتور وسط رو انتخاب میکنم. وکتور رو کامل انتخاب میکنم. خب از قسمت تولپس، تودی تولپس وی بیت کروینگ، مشخصات لازم رو به این حالت از تراش میدم. خب ابزارم رو از قبل وارد کردم، ذخیره کردم. حالا شما هر ابزار دیگه میتونید در نظر بگیرید، هر ابزاری که دارید. فقط حواستون باشه چون این مخصوص این حالت از تراش مخصوص ابزارهای وی شکله، حتما باید ابزار وی شکل در نظر بگیریم.
سلکت رو که بزنم، این قسمت رفرش رو که بزنم، این ابعاد برای من ظاهر میشه. این ابعاد چی میگه؟ میگه که ماکسیموم دپ، یعنی ماکسیموم عمق چوب خامی که من قراره این تصویر روش بندازم باید حداقل 5 میل 4 ماه از اینو و 5 میل ضخامت داشته باشه. اگر کمتر از اون باشه ابزار من نوکش از اون ور قطع کار میزنه بیرون و شکل نافرمی ایجاد میکنه. خب من قطع خامم 16 میل ضخامت داره، 16 اوکی میکنم، این مرور میکنم، میگم همه تنظیمات رو انجام دادم. بله. خب کلکیولویتر که بزنم، خب طول پس رو برای من ایجاد کرد. کاری که کافی انجام میدم یک سیمولیشن ازش بگیرم تا ببینم درست انجام شده یا نه. خب مشاهده میکنید که به کار من عمق داده و حکاکی کرده، یعنی اینکه کار به درستی انجام شده. کاری که لازم انجام بدم بیام و این طول پسی که ایجاد شده ازش خروجی بگیرم که همون جی کودای کار من میشه که لازمه تا اونا رو وارد دستگاه CNC کنم. خب مشاهده میکنید که این برای من اینجا ایجاد کرده این فایل رو، فایل جی کد همین طراحی همین کاره. این فایل رو ذخیره میکنم به شما نشون بدم. حالا این کار رو من از قبلم زدم، این تصویر رو به شما نشون بدم. مشاهده میکنید این کار رو طراحی کردیم، رو چوب برش دادیم و رنگ کردیم و این تصویر آماده شد. خب دیگه برای این مرحله چون مشابه کارهای قبل، دیگه ما قسمت اجرا به کمک CNC رو و وارد کردن تو نرم افزار مچری رو توضیح نمیدیم، ولی یه ویدیویی از اجرای کار در انتهای همین ویدیو قرار میدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. خداحافظ شما.